السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مبارک شود. نیت کردم بگذارم، نیت میکنین نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز عید فطر با واجب تکبیراتش. نیت کردم با می حاضر ساده خالصانه نام تعالی الله اکبر. وقتی که الله اکبر که گفتک داملا دست را میبریم میمونیم در زیر ناف. بعد وی داملا میخوانیم سبحانك اللهم را. بعد سبحانك اللهم میشود الله اکبر. الله اکبر سه مرتبه الله اکبر. بعد داملا سوره الحمد با سوره زن که میخونم سجده رکوع سجده میکنیم. بعد وی داملا میخواند چرا الحمد با یک زمین سوره. بعد الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بعد چهارم حرکت میکنیم با چی؟ با رکوع. انشاءالله فهماشید. نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز عید فطر با جمله تکبیراتش واجب است. نیت کردم با می حاضر صدا خالصانه تعالی الله اکبر.